طبق اطلاع فرهنگشناسان 7 نوامبر سال 1929 نخستین صحنه‌های تئاتری در تاجیکستان به فعالیت آغاز کردند که آن را همچون روز تشکیلیابی تئاتر تاجیک معنی داد می‌کنند. از همان سال‌های این جانب هنرمندان صحنه تئاتر نمایشنامه‌های گوناگون را روی صحنه آورده در غنی گردیدن معنویات جامعه حصه ارزنده می‌گذارند. هنرمندان تئاتر ولایتی موسیقی و مسکوی به نام عطا محمد جون فیشری بختر در روز عید کسبی چورابینی وسیع فرهنگی دایر نموده نمایشنامه جدید را پیشکشی تماشابینان گردانیدند. شکرگزاری از دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت اساسگزاری صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان میکنیم که برای ما چنین یک شرایطی خیلی هم فراهم را لایق دانستند و ساخته به استفاده دادن چنین یک بینای زیبا و ما هنرمندان را فقط میسازد از پی ایجاد شویم، نمایشنامه‌های بهترین را روی صحنه هنر بیاریم و نمایشنامه‌های اثرهای دراماتورگی ملی و دراماتورگی جهانی را برای ملت، برای مردم بیافریم. نقش‌های جالب و دیدنی را طوری معلوم شد تئاتر ولایتی موسیقی و مسکوی به نام عطا محمد جون فیشری بختر نیز در رشد فرهنگ و هنر تاجیکستان و صیقل تئاتر تاجیک حصه سزاوار دارند. امروز در این بارگاه هنر ده‌ها نفر هنرمندان جوان و سابقه‌دار کارگردان‌های صاحب تخصص با تهیه نمایشنامه‌ها و صحنه‌های تربیوی خاطر ساکنان ولایت ختلان را بالیده می‌گردانند. روی این صحنه تئاتر اسپکتاکل‌های دراماتورگ‌های معروف جهان شکسپیر، شیلر، آنتون پاولویچ چخوف و دیگران تهیه گردیده شهرت این صنعت والای ملی را محبوبیت خاص بخشیدند. ما هنرمندان خیلی خوشبخت هستیم که امروز در همین خیلی یک فضای صلح و صلاح کار و فعالیت میکنیم. تمام تئاترها خیلی پیش رفتند. برای ما بینید چقدر بینای زیبا را پیشوای ملت پرزیدنت ما تحفه کردن و ما همه هنرمندان از این خیلی سپاسگزار هم هستیم و این ما را وادار میکنه که ما مهنت خود را، فعالیت خود را دوچند کنیم و نمایشنامه‌های نو به نو، صورت‌های تازه را ایجاد کرده پیشکش مخلصان خود گردانیم. من آرزو میکنم که تئاتر ما همیشه پر از تماشابین باشد. تماشابین مخلصان ما همیشه از حال و احوال ما، از ایجادیات ما باخبر باشند. واقعا هم طوری معلوم شد روی صحنه هنرمندان تئاتر رویداد و حادثه‌های روزگاری امروزه را تجسم کرده خصلت‌های نفس پرستی و دیگر عمل‌های رذیلانه را مذمت می‌کنند. هنرپیشه‌ها، کارگردان‌ها، رسامان، بسته‌کاران و در مجموع اهل تئاتر ولایتی به نام عطا محمد جون فیشری بختر تمام دستاورد و کامیابی‌های ایجادی خویش را از شرافت استقلالیت و تحکیم وحدت ملی همچنین آبادانی سرزمین ارزیابی می‌کنند.